سلام علیکم داملای شیرین سخن. من یکی از مخلصان اشدی شما می باشم. من یک رفیق دارم که اپای او در حکومت کار میکند و من التماس کرد که این سوال را به شما عرضه کنم. این زن صاحب 3 فرزند می باشد، 1 پسر و 2 دختر. این زن از ایام مکتبی نمازهایش را تا به حاضر می خواند. این زن بسیار زن خدا ترس و خداجو می باشد، زنی بسیار زیبا می باشد. در حالت مستی شوهرش این زن را 3 طلاق می کند. سحر روز می شود، زنش می گوید که تو همین خیل کار کردی. این مرد می گوید که من هیچ چیز را یاد ندارم، تو تهمت می کنی. این زن نمی خواهد که کودکایش را یتیم کند. یگان علاجش هست یا نی که من دائم در فکر هستم. از این کار 6 ماه گذشته است. التماس این سوال مرا جواب دهید. با احترام، یک زن سیاه‌بخت. یعنی مسئله طلاق مسئله من نیست، زیرا که در این باب ما چند بار بعض مسئله ها در فتوا دادیم، بعض شورش ها هم خیست، بعض نافهمی ها هم پیدا شد. لیکن این خواهر عزیز الک 6 ماه گذشتند که مراجعت نکرده باشد، چگونه زن خدا ترس است؟ چگونه زن خداجو است که 6 ماه از طلاق کردن شوهرش گذشت، بار هم مراجعت نکرده است؟ اگر این زن خدا ترس میشد، میلش خدا ترس باشد، شاید خدا ترس باشد، شاید اگان چیز مانع شده باشد، لیکن زن خدا ترس میشد همون سحر باید که مراجعت میکرد، اگر حیات حلال پاکیزش میفارید. یعنی در حالت مستی طلاق کردن نزد مذهب ابو حنیفه طلاق واقع می شود. در حالت غضب نزد مذهب ابو حنیفه طلاق کنه طلاقش واقع می شود. چی در حالت مثال عرق نوشی باشد، چی در حالت بنگ باشد، چی در حالت کدام نمودش که نباشد، در نزد مذهب ابو حنیفه اکراه مجبورن، اگر مجبورت کنن که طلاق کن، طلاق کنی، طلاقت واقع می شود. برای همین برای علاجش فقط میتواند که در مفتیات رفته مراجعت کند، شاید که راه داشته باشد، شاید از دیگر مذهب ها یعنی میگیرن و این زن فتواش میدهند. لیکن این قدر زن خدا ترس باشد، صاحب 3 فرزند، باید که این زن الکی این شوهر مثال این گونه مینوش باید که یک تربیه میکرد. این گونه زن باید که یگان آداب و اخلاق یک عملهاش نیک میکرد. اقلا برای که همین عرق نوش اصلاح شود، یک قهر میکرد، خانهشون میرفت، 1 ماه 2 ماه نمی آمد، میگفت تو اگر عرق بس نمیکنی. شاید که همین سبب ها قطعا این انسان از عرق نوشی باز میساد. انشاءالله من شاید یا جمعه آینده یا جمعه آینده دیگرش در باب عرق با شما صحبت دارم که عرق نوشی چی خاصیت ها دارد، عرق فروشی چی خاصیت ها دارد. انشاءالله در این باب با شما صحبت میکنم.